سلام دوستان، امروز میخوام آموزش این برگ‌های خوشگل قلاب بافی یادتون بدم که ما احتیاج داریم به قلاب شماره 2 و کامواهای رنگی. برای برگ بیشتر از کاموهای سبز استفاده میکنیم. ابتدا 3 تا زنجیره میزنیم، بعد با یه دونه ژوته برمیگردیم، اولین زنجیره رو میبافیم، بعد یه دونه نخ میندازیم رو قلابمون، یه ژوته کوچک، یه دونه پایه بلند، یه ژوته کوچک و یه دونه پایه بلند. به اندازه 5 تا که پایه بلندامون شد همه رو جمع میکنیم، از قلاب با نخ میکشیم بیرون و 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10 تا زنجیره میزنیم. بعد برمیگردیم به آخرین زنجیره‌ای که زدیم، یه پایه کوتاه میزنیم، دوباره بغل دستش یه دونه پایه کوتاه دیگه میبافیم. این دفعه میخوایم پایه بلند ببافیم، یه ژوته میندازیم، یه دونه پایه بلند میبافیم، دومین پایه بلندمونم میبافیم، سومین پایه بلند. سعی میکنیم یکم نخمون رو شل بگیریم که یکم با ارتفاع باشه که شکل برگ رو به خودش بگیره. پنجمین پایه بلند رو میبافیم و به همین ترتیب ادامه میدیم و ترجیحاً نخ رو یا دوبار ژوته رو قلابمون میندازیم یا یه ذره نخ رو بیشتر میکشیم، شل میبافیم که بتونه به حالت پهن‌تری در بیاد و شکل برگ رو به خودش بگیره. برمیگردیم به آخرین زنجیرمون، اونجا 2 تا پایه کوتاه میزنیم، یه طرف برگ رو بافتیم. حالا یه زنجیره میزنیم، دوباره همون جایی که پایه کوتاه آخر رو زدیم یه پایه کوتاه میزنیم، دوباره دومین پایه کوتاه رو هم میبافیم و این دفعه ژوته میندازیم و یه پایه بلند میبافیم، دومین پایه بلندم میبافیم. دقیقاً همون کاری که برای طرف قبل انجام دادیم و دقیقاً برای همین طرف هم انجام میدیم. پایه بلندها رو که میبافیم یا 2 تا ژوته میندازیم برای اینکه نخمون رو بکشیم و پایه بلند بشه یکم شکل برگ بگیره، یا اینکه نخمون رو شل میگیریم، ولی 2 تا ژوته که بندازیم خیلی بهتر هستش و به همین شکل میبافیم تا برسیم به آخر برگمون که مجددا اونجا دیگه پایه بلند نمیزنیم، 2 تا پایه کوتاه میبافیم. یعنی آخرین پایه کوتاه هم داخل آخرین پایه کوتاهی همون طرف قبل میزنیم و مجدد یه پایه کوتاه هم میبافیم و این برگمون به این صورت تکمیل میشه. حالا برای تزیین برگمون هم میتونیم دوباره 8 تا، 9 تا، 10، 11، 12، 13، 14، 15 تا زنجیره میزنیم، دوباره ادامه میدیم. یه برگ دیگر هم به همین صورت چکار میکنیم؟ میبافیم. این برگ ها رو به هم وصل شدن، یعنی بعد از اینکه برگ اول تموم شد ما 15 تا زنجیره میزنیم، دوباره یه برگی رو به همون صورت میبافیم. حالا برای رو برگ هامون هم ما میتونیم از این روش به حالت تزیینی از وسط برگمون بافت پای کوتاه بزنیم که حالت برجستگی برگمون به خودش بگیره و شیک‌تر بشه و قشنگ‌تر بشه. خیلی آسون هستش. قلابو که رد میکنیم از اون طرف برگ، نخمون رو میکشیم به این طرف برگ و حالت پای کوتاه میبافیمش و یه برجستگی خاصی رو به برگمون میده و برگمون خیلی خوشگل‌تر میشه. باز با یه پایه کوتاهی برمیگردیم، برگ دومم به همین روش میبافیمش. این برجستگی رو به برگ دوم هم میدیم. وصل کردن 2 برگ هم دقیقاً با همون پایه کوتاه انجام میشه. پایه کوتاه تو بافتای قلاب بافی خیلی کاربردی هستش. الان بافت برگمون تموم شد. 2 تا برگ رو به هم وصل کردیم.